ما با آبشار دره غوث ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب آمدیم. رستم جان نظری امروز بر ما یک منتو آماده میکنه. با این شکل منتو جور کردیم. بسیار زیبا. این تو ما جور کردیم. اینه میدونست است. باز این قسم که ما بیشونم زود سیر نمیکنم. چی من زود سیر کردیم؟ با نقصتان. این بار به ولسوالی نجراب رفتیم. ولسوالی نجراب یکی از ولسوالی های کوهستانی مربوط به ولایت کاپیسا می باشد. این ولسوالی در حدود 120 کیلومتری شمال شرق ولایت کابل قرار دارد. میانگین ارتفاع از سطح دریا در حدود 1400 متر می باشد. این ولسوالی بزرگ متشکل از 5 دره اصلی و 2 دره فرعی می باشد که عبارتند از دره غوث، دره کلان، دره پته، دره فراشا، خارج دره و 2 دره فرعی آن عبارتند از دره پچقان که بزرگترین دره ولسوالی نجراب می باشد که حرارت آن در زمستان و تابستان متوسط می باشد و دره گیاوه که دره متوسط می باشد. دوستای عزیز سلام علیکم. امیدوار هستم همگی شما جور صحتمند باشید. این بار ما آمدیم به ولسوالی نجراب در ولایت کاپیسا. همینجا دوستای ما رستم جان، عظیم جان، جبیر جان و ما بازم پلان گرفتیم که بیایم یک میله دیگه خود در ولسوالی نجراب بخیر بگیریم و در این میله یک مهمان ویژه همچنان داریم. شما ما را همراهی بکنین، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب بکنین، ویدیوهای ما را لایک بکنین و همچنان ویدیوهای ما را شیر بکنید تا دوستان با خبر شوند و ویدیوهای بسیار زیبای ما را تماشا بکنند. و ما در تمام برنامه‌های خود کوشش میکنیم که به هر جایی که میریم یک کلیپ معلوماتی همچنان آماده بسازیم. بخیر سلامت باشین. ما میریم و ها نگفته نمانه ما در این میله خود یک غذای بسیار همونطور لذیذ و مزه‌دار آماده میکنیم. یک غذای بسیار ما به اجازه منتو آماده میسازیم. دیگه ببینیم که خوبش میاد یا نمیاد. کوشش میکنیم خوبش بیاد. بریم بخیر. ما را همراهی کنین دوستا. آماده هستین؟ Yes bro. آماده هستی؟ Yes bro. عظیم جان ورورا سهال ده. من چیرته راغلی یم؟ دوستانو د کاپیسا ولایت نجراب ولسوالۍ ته راغلي یو او دا ځای د پل قاضي په نوم یادېږي. ډېر یو ښکلی ځای ده، ډېر سرسبزه شین ځای ده. د وطن هر ځای د موږ ډېر ښکلی ده. یعنې واقعا هر ولایت ته چې ځې ته وایې چې دا ولایت ښکلی چې بیا بل ته ځې نو وایې چې دا ښکلی ده. یو له بل نه ښکلاګانې ډېرې دي. هر ولایت زیبایی خود داره. هر ولایت زیبایی و هوای خود داره. چطور رستم جان؟ یک هواسته چون هوای وطن میگه یک هواسته هوا کوچکی است اما هوای کابل متفاوت است. باش که ذره سر صدای آب زیاد است. به اون خاطر ما برنامه‌ای که بیرون که باز سر صدا پیش مونتان نمیشه. تو چه ما بذاره خوش بیاد. حالا مسئله آبوزی چطور میشه؟ آبوزی دیگه ما در خدمت هستم شما آبوزی کنم مسئله کنم. نه خب هدفی بود خودت همیشه زیر قطعی بزنی. نه دلفینا اینجا آبوزی کردن نه یاد باشه در برنامه اول ما در قرقه چالش داده بود آبوزی را.
چلو فوتبال بود بزرگوار. نه فوتبال در اخمون وارد داده بودی. جواب هستن لقسش نشد تا بازم رای هست که دمی 5 ساعتی هم بازی کردن نمیتونه دیگه دل من جمع خانه در من تاش میشینم چلاب میدونم. خانه طرف پر میگیرم برات. جای میشه در این دشت تاب دتاب فرق میکنه بین سطح سطح. مگرم دیر کل منظره ده گوره روانی و به سرسبزی دوستان، البته قسمت ها بوم که- دیره اوس کمی دیگه نه قسمت ها خصوصا بدر برف هم هست کمی بسیار راست. مقبول است. رفیق خدافر اگه قبول است. خیلی مقبول است. خب یادر خیلی ما شما بریم همون طرف یکان دسری خود تازه کنیم باز بیایم رفیق صاحب دیگه نمو تو ببخشید تو بسامت شدی کردیم ما دیگه در بین او را بگرد. دل دیگه حال دیگه بریم همون طرف مجتبی جان گذشتی بخیر از راه؟ بفر اومدیم سعی که چی یک جایی اومدیم از بسیار خطرناک جایی از دوستم جانم نام خدا وزنش زیاد بود موتر بیخی پایین شده بود. میفهم میره گفتم باز موتر بشینه که نه لخچه موتر در بین دریای خب اون کفت خیلی کفت دوستان عزیز سلام امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین ما با آبشار دره غوث ولایت کاپیسا و ولسوالی نجراب آمدیم دوستای ما همیجا رستم جان نظری امروز بر ما یک منطقه آماده میکنه حسیم جان اورا تو چه کار کردین والا طبق معمول دماغ هم دقیقه دیگه کار ده کشتکاری قشنگاری نه چه شینو سالات سازی خیلی سالات سلام تیارم بخیر سره یعنی که نو بیخی بعید است که دیت یک منطقه آدم منتو جور کنه. والا بشک یاد دیره. داری یا همیجا یاد میگیری نه قبلا جور نکردیم ما. سعی دیگه همی دفعه اول آدم سعی جور میکنه دیگه دفعه سعی من جور چرا نمیکنه جور میکنم؟ خیلی کمه که پشت سر بشی بیادر خودت جور میکنی بزرگوار. چیره منتو را. خب من جور میکنم دوگاه میکنم پشت نه سر پایان تصویر خوبش بیایی اینم بقیه تصویر واسه کم نه پایان نفتم. پایان نفتم. مگرم نوایل پاتو نیستی تر دې ځای پورې تر راتګه پورې مونږ څومره وخت ونیو والا سرک نستی تر دې پورې عجیب سولو مرور دا یو- چقه وخت بول آمده
یک ساعت یک و نیم ساعت شد 45 دقیقه 45 دقیقه نه از اونجا که موترها رو داخل دریا بردیم خواه از اون یک از نیم سرک ساعت برات میگم از سرک از سرک 15 دقیقه یک مشکل نیم ساعت تو 15 دقیقه و 40 دقیقه تو هم یک نیم ساعت همه یک و نیم ساعت که گفتم اونم یک و یعنی نیم یک و ساعت. نیم ساعت دو بیادر چیز نکنین دیگه چی میگنش از دریوی نکنین باور کن خب رستم جان کی بیادر خودت می کوفته را بانک سرخ شو کمک خو یه ذره تفت بده دیگه باز من بیایم بخیر صحیح است اول پیاز سرکه بیا ورپسې غوښه ور واچوه هغه هم سره کباب وکړه بیا پکې لږ اوبه ور واچوه بیا ورپسې رومیان ور واچوه هغه مساله هم واچوه بیا ورپسې مساله هم ور واچوه بیا ورپسې نور شی تایم بالاخره یعنی کلش فاینال بود با فارسی بود چی کنم من نه ما برات میگم بیادر نه ما برات میگم فقط تو می دیگه بون سر گاز یکمک روغن پر تو دیگه کوفته را که چم تو گات کده برو دیگه شبان من خودم جور میکنم نه چرت خراب نه اول دا غوړي سره نسی کنه هم دسه گران حمد والا دیره مننه منګه ورور لاړو سید د ثابت هم دی خو راوړی سلاد نه ثابت ثبات نشته څه شی ده نو ثبات هغه ته په موتر کې ده هغه دی ثابت نه پاتې شوی ده نه یې نه چیز خای سمه ده وروره د پکنیک ثبات ده بره مخای یا الله این رقم مثل لغمه برد میتم ما تشویش نکن دلم سوخ بیخی برد جان بزرگوار دیگه کوفته را از ماشین پیشتر رفتم کشیدم در پایین شما فراموش کرده بودین با می عظمت بزرگی که مدارم رفتم کوفته را گوشت پس پایین بردم و در شار این کوفته کردم پس آوردم براتون و حال ما داش روغن اضافه کنم یا از یک چیز خبر شده میگن گوشت استخوان‌دار سوختی گفته به جون زده به نفر او بچه گپشی گفت اون خود رو بعدم بیان خیلی امی اندازه روغن است که بزرگوار که امی باس است یا نه ملاقه فرقی ملاقه روغن جامد بشه مایع باشه مایه باشه خوبه نه جان والا مشتبه خریس دورش نکشید خواه گفت پدر آمده مدر پیش کرد دیگه مال چیه و در پیشش گپ بزنی مدر کرد پدر امیره یک کار کو که پدر پخته شوه های دیگه بام بازی برام به خود نکشد که باید پخته کردی قربان شام دیگه خود کلتان چیزی که اینا تیار با بیان میبینیم که رقم زحمت کشیده رسیم که تو چه شد خود نشستی؟ خودش رفتد کابشار او بیادر وقتی که اینجا در برنامه میایی در چکر میایی در تفریح میایی به این منظور نیست که در بخیزی آبشار بری آبشار رو باند یک کار تکو
سعی کن ترقی دستکش نگرفتی؟ دستکش گرفتیم دیگه او را گفتیم استفاده نکنید در جیب کی گفت؟ شما گفتین بیاز کلگی دابشار دست خودش شتا پاک صفاز کلگی بیازو دیگه یگان نفر که میگفت که چی دستکش میپوشم که فلان میکنم بسمدان میکنم اما آدم کجاست؟ این هست خب گفتیم این همه هست. آدم اینه اینی هم چیش من تو که جور کرده اما تو باید رکزون کنم سعی کن ترقی جور نه کردن من موافق شدم ما اگرم دمو دیگه برنامه که میگم من تو پخته کردیم آشک پخته کردیم خود صحیح میفهم آشک کو او بیادر کو آشک گفتیم پخته کردیم من کی من تو گفتم خو یک چیز از بیاره نه چرا یک چیز باشه یک چیز یک مواد داخلش فرق میکنه نمیکنه استایلش فرق میکنه گپ مفتت میزنی نه بیاز بیادر گپ مفت است یکی بر پیسه گپ میزنه رستم جان سعی کو بیادر و هدف از است که پخته شود صحیح است قربان چم آمده گپ میزنی که والله الا که فلانی سخت زنه بس فلانی سخت است که کی سخته این مرا شرماندن شما ماجی شرمنده خدام شرمنده او بچه در خانه ترکوی گردک گردکی رو میبرانی یک رقم چهار کنجا اوه گردک گردک میباشه راست میگی گردک گردک یه سمبوسه رو آورده بچهش نه پشترش بکن بخونم پشترش چی بود پشترش بکن اینه واضح نشته از بیاد قربان چاو سعی کن خمیر تیار من تو من و تو گفتم سعی کن جبیر جان نیش از پیش باز میمانه پیدا کردم پرکشم حالا جا اینترنت هم کار نمیکنه که در یوتیوب یک سرچ میکرده سعی کن جبیر ره ایتا واز کنه ایتا خچق خوب صحیح و خوب است واز شود که صحیح سرخ شود سرخ نمیشه او بیدن او از این بوده باشد من خودم شرماندن برام شرماندن خیره ما چی شرمانده ایمت خدا بشرمانه در زندگی باید تو من تو جور کردن خوب است که تو زن من جبایه اگر در روز اول تو را طلاق میدادم در یک من تو او دیگر یاد داری جور کردنش جور کردن چه یاد داری تو بیا بیا اینجا بیا یه یک نفر پیدا اینه بیادر ما پیدا شد سلام کمرای ما کمک سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام که ما ایره گرفتیم که گدوات کرد ای پرشت بیادر آوردن دیگه گوست او رو پایین نمیکنی بیادر پرشت جبیر و امور باند سایکو بیادری امیر باندم اینجا عظیم اینو بخورم بشک والا اینا با تاستا زنده باد چه خسایی شد؟ آه نه صحیح شد نه اترکوی گرفتیم اینجا چسباندیم صحیح چهار گوش بیارش چهار شد همین خب بشک بشک ماما خیر ببینی زنده باشی تشکر نه خیر ببینی والا شد این تو؟ خوبر کم کم کلان شد حتما جورش میتونیم دیگه پسون گرفتار بون نکردیم اینی را که چیز نکنی او نزنی نمیشه از چهار گوشش میاری؟ جمعش با انشالله که یاد گرفتی نه نه ایشون گوشکاش پس بچسبونه پس بچسب اما تو بچسب نه اوتا دیگه رقم اینه درست خیر ببینی بیا تشکر کار ما را خیلی آسان ساخت تشکر ما میدن خشتان است سلامت باشی از چهار گوش اول چهار طرف او بزن او بزن ای خیر ببینی تشکر بیا دیگه چاش نمیدم اینجا قرار کرده پیش کردیم میمون ما شو بده نگه خود تو بر خود تو بختان میتونی کل چیز تقسیم نفات شده Hmm. قربانت
راست میگی. تشکر خدای ده خیر ورکی از کلان شرم ما رو نجات داد مگر جینگ 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 جینگ. بیا رفیق صاحب به جای ما بسیار موافق هستم. دوستای عزیز، رافی صاحب یکی از رفیقای ما هستن که در این میله همراه ما آمدن، ولیکن آمدن دیدن که ما نمیتونیم که درست همین منطور پر کنیم. پر میگن چی رافی صاحب؟ پر میکنن. این نویر ما نتونستیم باش که رافی صاحب چی میکنن. خدا کنه که دیگه ما چیزی که یاد گرفتیم یاد گرفته باشی. یاد گرفته باشیم. مقصد بینی ما رو نبوری. دیگه چند ما بینی نمانده گال. رافی جان از بینی خبر نیست، مقصد جان چشم گوش مخاط هستی. والا تا جایی که من خو یاد گرفته بودم اینی با اینی شکل جور میشه و اینی دو شکل هم اینی جمعه. خو یعنی اتر بله. هیل تو آه اتر آه باز خمیر ما نشد یک دیگه ذره- نشد رافی نشد. نه میشه چوب تا بگی پیدا. خمیر ما جادار داره نمیچسبه با اینی شکل من تو جور مگر رافی بسیار صاحب زیبا. این تو ما جور کردیم. اینه می درست است. اینال ایدو تو رو باز کردی که دیگه جای وصل بکنین دیگه میشه یک چیز میشه. منتو میشه. چی است؟ نفر بیا جور کنه میتونم، نفر کنه باش جور نکنم. هیچ جور کردن باز. بیشتر یک نفر از هندوستان خواستیم. خب رافی صاحب قبلا من تو پر کردیم. منطقی حالا رفیق صاحب. اکثرا دیگه که در خونه فرمایش بدیم با سر خودم پر میکنن. باز چی رقم پر بکنیم. نه خب خمیر با هم دیگه نمیچسبه یک ذره. های بزرگوار در خانه ما من تو جور میکنم. ما در خانه آشک جور کردیم که سعی کنیم من تو رو بر آشک بار پر کردیم. میگه کدام نفر زن میگرفت خب؟ با کدام نفر میخواست خود بدبخت کنم. بدبخت نه کنه. نه یک نفر میخواست خوشبخت شود. نه بیادر. یک کس میخواست هم طرف ما سعی کنی گپ ده بگو خوشبخت طرف شد. کامرا سر تو بگو. یک کس میخواست که ایمان خود تکمیل کنه. خاصه نه هدف ما خوشبختی و بدبختی بود. طرف کامرا رو بام تو چشمای دواز کنه سر که من زومت نکنه. نه بگو. خوب بگو فکایی تا که مشکل چی پشت ما گپ کنه. نه بزرگوار اول گپ. ام واقعا بگو. ترسی کنه. نه هدف خوشبختی و بدبختی است. نه خوشبخت میشه. سعی که اولش که یک امیدواری پیدا میکنیم به زندگی. یعنی تا 28 سال که زندگی میکنی امیدوار نبودی؟ نه او رو خوب بودی مگه به خاطر چی زندگی میکنی تا آخرش میفتی اولادار شم خانه‌دار شم مثلا. کی میگفت؟ کی میگفت میگم؟ خیلی بسیار بنزا بسته. رافی صاحب نظر خودت چی است درباره ازدواج؟ والا ازدواج خو نه گفتن نمونه که رفیق صاحب نوارزی کنه. بعد 6 سالی پرسان از پیشش کن. خور رفیق صاحب. جان بگوید. والا خوب است دیگه. یک خوب رقم است. شنگدار گفتیم امیر. خوب است دیگه. یعنی که اکونه که اگونت قرار داره. بیاین از ما پرسان کنید که ما چی درد دیدیم از این زندگی. رستم جان بله. ما که سهل میکنم وضعیت زیاد خراب است. سایل میکنم نیاز به سایل نیست خودم بیان میکنم. هر روز یک چاپ چبلق در پیش رستم جان از دفتر میه. نگه در خانه چبلق نمیبری. شبلق چی؟ تو بکی لک خورده آمدم دیگه چه لک چی خلط بخورم. ما یک اصلا- روز یک تایم. ما اصلا بوتای کوریدار نبری. نه یک روز یک تایم آدم لک بخورم. میگم مثلا مویزه ای نبانی. در حساب موی خو ما فایده کردیم. و با جان رستم خود این روزا کم کرد. در اوایل ازدواج به خیلی تاکید. همین رستم
تا برنامه دیگه هم میایش زیاد بود نه بامیانم که رفته بودیم میایش زیاد بود دلیلش چی بود؟ بعضی کسان ناجوانی کردن رفتن به خانمای خود بکسه خریدم خواه خب کی موضوع در کابل خود دور از آزرا بگو دور از آزرا بگو در اشرات رفت و باعث شد که ما بعد وقت جاوم یکی در میشه خب دوستان ما دیگه همین منطقه پر کردن میریم ببینیم که آخرش چی میشه. از رفیقای پرسان میکنی که مصروف چی کارا هستن. والا بعضا امیرزاده صاحب با کاروبار در موتر بعضا با کارهای رسانه اعلانات بله مصروف همی کارا هستیم اکثرا با دوستا بعض کارهای خردریزی دیگه است که انجام میتیم. بله سرپای ما رفیق صاحب یک چیز دیگه که ما نو خبر شدیم خودت میگم خوب کفترم زیاد داری؟ والا حدودا 130 و 140 کفتر دارم. نام خودم 130 و 140 کفتر هست تو بشه. رسیدگی میکنی به 140 کفتر میگه بسیار کار دارن نه؟ خیلی زیاد خیلی زیاد به اندازه خانواده است دیگه کار کردن زحمت کشیدن از اونا و زحمتشان و دانشان نوشان خبرگیریشان داکترشان تغذیهشان کامل بسیار زیاد است دیگه بسیار زیاد است زحمتش بسیار زیاد است و در پولوش یک خوبی داشت که ما مصروف همی کفتر و شوقی هایشون بودیم. خوبیش همی بود که ما در یک منطقه زندگی میکردیم که در دوران گذشته یک ذره مردمایی بودن که از علم و تحصیل و درسی گپا خیلی دور بودن و خداوند مغفرت کنه پدر ما رو با تمام رفتگاه. اونا دیگه میگفتن بچه مینم یا رفیقتان است شما اکثرا با مردمی که در بیرون هستن داد و گرفت نداشته باشید. در که تمام برادرای ما همگی تحصیل کرده بودن. پدرم خودش تحصیل کرده بود مستری از روسیه داشت. بسیار خوب بسیار دیگه میگفت با اینا مسئول باشین کوشش نکنید قدر با مردم بیرون سر کار داشته باشین و همونجا به ما یک جای جور کرده بود منظم 4 طرف بیره بود که خب به کس همسایه و دوست و رفیق یا ضرر ما نرسه و ما همونجا دیگه مصروف همون بودیم. صبح میرفتیم با اونا بودیم و در پولیش درسای مکتب و پانتون و اینام بود و مصروف همون بودیم. بسیار خوب از پانتون یاد کردین درجه تحصیلیتان تا ما لیسانس هم ژورنالیسم درس خواندیم و در پولویش فارماسی دواسازی درس خواندیم و همچنان یک برادر کلانتر از ما دو برادر کلانتر از ما یکی از شرایط پانتون کابل فارغ هستند و اولی شکر الحمدلله فوق دکترا از پانتون برمنگام انگلستان هستند. ماشاءالله فوق دکترا داشتن. از اینجا نورا او دوستانو یک گپ میخوایم بگویم اگر سر شما سر کفترهای روفی شک داریم که زحمت داره این مشقت داره من شما را میتونم ببرم پیش کفتر روفی. چه وقت میبری؟ هر وقت وقت شما خواسته باشین والا یک دفعه بریم مگه من تو پخته نکنی از آشک مگه راستی که مشکل بوده ای؟ یک چیز دیگه است میرزاده صاحب جان. منطوره که جور میکنن ما مثل مواشا ماز و گردکایش دیده ما بودم. هم دیده بودم این خمیر که نبود خمیر چارکنیش دیگه من نکرده بودم. در خمیر گردک آشک میشه. نه من تو بازو گرد میشه یک رقم آشک و من توی غزنی چی میگن از غزنی جور میکنن به مو شکل جور میکنن. میشه اینمی فکر میکنم که از پیش ما اشتباه شده. اینمی کلانکاری رو رستم کرده بود قربان چند و بازی خمیر از کی خورده او رو بگوید باز جبیر جان دیگه بیچاره شب 11 بجه زحمت کشید رفت از کدام سور آورد نه خرابی از این هست که هیچ نمیچسبه نه انشالله مزرعه خود زحمت کشیده. مزدار خو میای از سرمزه دوستای عزیز با هم سرش زحمت کشیده شده دیگه باید مزدار به. نه رافیس سرچک زحمت کشیده شده مزه میته. و یکی هم که تا نوقت گوش نباشه آدم باز خیلی مزه میته.
دوستای عزیز فکر میکنم که همی بسم الله نوش جان نوش جان میگم نوش جان واقعا که گوش نشدی سایز نوش جان. نوش جان دوستا فکر میکنم که غذای ما آماده است. ماشم کی منتو سیاه شکر سی بولانی زیر نمیفهم دیگه چی است. امیال رستم جان دیگه لغوری میکشش چطور است بیادر؟ والا مشتبه جان از نگاه طعمی که قرمه جور کردیم بسیار خوش طعم معلوم میشه. یعنی قرمهش جور کردی دیگه شکی جور کرد. دیگه از این آورد. خود دیگه از این آورد. بله. بخیرم بسته خمیره بسته مهم نیست بزرگوار. مهم است که چی رقم خمیره داری تو. مثلا جبران جان خمیر قاق آورد و آخر خیر میمونه که ما پولی از اینکه تقریبا یک کاسه دو کاسه هوا مصرف کردیم تا جوش. سایز بیادر خیلی بکش ببینیم چطور است. رافیس نظر خودت چی است؟ چطور آمده باشه؟ والا تو خبر که زحمت کشیم خیلی مصدار آمده به نظر من. هر چی که باشه در دیگه باشه ان شاء الله کاسه میبره. جبیر ما خوب کار کرد که امیال خود پشت کمره گرفت. والله به خاطر از اینکه مسئولیت سرش نبیاد. ماشاءالله ماشاءالله دونه دعا کنید من دست نهره. تو در دادن لطف میگنی. خوب است نه؟ بسیار عالی. یا نه مگم بولانی گفته ای نه صحیح است تو. بیخی صحیح است تو. من تویست که در بست بولانی هم کار میکنه در بست آشک هم کار میکنه. واقعیت است رافیس توبالی رقم من تو خولا بوده. ندیده بودم نه دیده بودن. ندیده بودم نه شوریده بودیم. یه دفعه مزیش بچشیم خیر اگه از رنگ و رخ چندان رنگ و رخ نداره رنگ رو خون داره چطور نداره سعی کن. به خاطر که یا رنگ و رخش هم مثل منطور نه گفتم که می رنگ و رخش ما برتون میچکنم همین جان فدایی رو برتون میکنم. تو بگی تو یک دفعه چطور میگی؟ سعی کلا که تو منتظر است هیچ وقت منتظر است کسی کنه بوده. تندست سعی برو. بسیار تندست. باینمی خاطر سعی. صحیح پخته شده آه. نموش ما کار داریم مگر مشتبه جان دقیقه میله که سهر چه پاخسی کنه خواندور راځي والا ورور بغیر منتو نه والا هم دغه خوان کوي د دې خوان بیا وګوره خوندور راځي او بیا به وګوره که څنګه راوځي بیادرم یک دونه رو جور که تو بر ما روان که تو ببینیم که مزه چطوره نه بزرگوار که دل مو آوشد که بیخی دل ما آوشد همین قاشقا کجاست؟ نه دموجا بام دموجا میکنم قاشقا نه دقیق اصول کاری من است. سایز یه دفعه جور کنم نه اصول کاری من است. خود تو امر جور کن قاشق گرفتیم جوان برای تو سر نیزم قاشق بگیرم دوستای عزیز غذای ما تیار است دیگه ما نان میخوریم شما رو به خداوند یکتا میسپارم وقتتون خوش چنل یوتیوب ما رو سابسکرایب بکنید ویدیو ما رو لایک بکنید و همچنین با دوستاتون شریک بسازید و این رقم من تو هم در میله براتون آماده کنیم هم شوقی بول خیر جان لخلی نمیم وگیو خیر ده خیر خیر ده وگیو خدای پامان خدای پامان